سلام دوباره. در مورد نحوه عملکرد مترونوم های مکانیکی با هم صحبت کردیم، اما یه نوع دیگری از مترونوم ها هست که این روزا در بازار هست، تحت عنوان مترونوم الکترونیکی میشناسیمش. خب معمولا چند تا دکمه داره که یه ذره دوستان بیشتر با این کار میکنن و با اپلیکیشن گوشی لازمه اینو بیشتر بهشون توضیح بدم. خب دکمه خاموش روشن یا پاور رو داره که باید چند لحظه نگه دارید روشن میشه. یه دکمه ای داره معمولا M/T که در واقع مخفف عبارات مترونوم و تیونر هست. تیونر مخصوص تیون یا کوک کردن در سازهای ملودیک معنی دار هست و تو ساز ما که ساز تنبک است کارآمد نیست. نتیجتا خیلی وقتا ممکنه شما دستگاهتون رو روشن میکنید با یه همچین تصویری مواجه شید. چند لحظه این دکمه نگه میدارید تا برگرده به حالت مترونوم. خب اینجا هم ما اون متغیرهایی که در موردش صحبت کردیم رو میبینیم. عکس یه نوت سیاه رو داره به ما نشون میده. معنیش این هستش که حالا امیدوارم تو تصویر واضح و مشخص باشه. معنیش این هست که هر صدایی که داریم میشنوید برابر با نوت سیاه هست. حالا صداش هم خیلی کمه، میشه یه ذره صداش زیاد کرد. خب عددرم که با این بالا پایین مشخص میکنیم دیگه. من الان عدد رو گذاشتم روی 97، یعنی در 1 دقیقه 97 بار صدای این نوت سیاه رو میشنویم. از روی میزان نما این رو انتخاب میکنیم و میزنیم. حالا تا اینجاش خیلی دشوار نمیشه برای دوستان. مثلا میرسم به نوتی مثل 6-8 و میزان نما رو براشون گذاشته سیاه نقطه دار. اینو نمیتونن تغییر بدن. خب اولا مگر اینجا ما مشخص میکردیم که در حقیقت چه نوتیه؟ اینو کتاب برای ما مشخص میکنه. سیاه نقطه دار باشه. این سیاه، ببین اینجا مهمه، این سیاه و سیاه نقطه دار شما در نظر بگیر. اگر میخوای مثلا بر مبنای سیاه نقطه دار ضربتو تشخیص بدی، یعنی من فرض میکنم این الان سیاه نقطه داره و میخوام همون 102 بزنم. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 هر یک دونه صدایی که میشنوم رو معادله سیاه نقطه دار در نظر میگیرم. اما بعضی وقتا دوستان میتونن یه تغییرات بدن، مثلا بگن این 6/8، بعضی از این مسیر میرن. فکر کنم باید روی این امتیه توی این دستگاه زده میشه، عدد تغییر میکنیم میشه 6. حالا شکل این دوتا هم عوض میکنن. ببینم چنگ تکیو بهشون میده؟ نه دیگه، در حقیقت چنگ تکیو میبینید نمیده. میان اینو 6 تا سیاه در نظر میگیرن. خب قطعه ما نوشته سیاه نقطه دار مساوی با یه عددی. مثلا نوشته سیاه نقطه دار مساوی با 80. یه سیاه نقطه دار برابر 3 تا چنگه. نتیجتا من باید 80 رو ضرب در 3 کنم، 240. حالا این عدد رو دارم میبرم بالا تا برسه به 240. حالا بشنوید چی میشنوید. گوش کنید. حالا گوش کنید ببینید چی میشنوید. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 4 1 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. شما هم از این مسیر میتونستید حرکت کنید، این سیاه رو چنگ در نظر بگیرید. همین که نه، واقعا میتونستید بذارید روی 80 که من به شخصه خودم از این روش راحت‌ترم، یعنی تقسیمات خردترش رو تو ذهنم انجام میدم. خیلی برام راحت‌تر، این صدا هم تق 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 اذیتم نمیکنه. الان گذاشتم روی 80. حالا 6/8 رو 2 ضربی در نظر میگیم. 2 تا ضربان اصلی داره، 1 2 3 4 5 6. از قضا من این 6 رو هم حالا میذارم
اشتباه زدم. این شیشه رو میذارم روی 2. ببینید من همون صدا رو میشنوم دوباره. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 2 2 3 1 2 3 2 2 3 1 2 3 2 2 3 1 2 3 2 2 3 1 2 3 2 2 3 و به این ترتیب تمام کسر میزان هایی که بهشون مواجه میشم رو میتونم با همین سیستم حل کنم. مثلا اگر همه میدونیم که اگر متر لنگ یا مختلط باشه، مثلا 7/8 باشه، مبنا رو بر مبنای چنگ در نظر میگیرم. سرعت اون چنگه رو به ما میدن، این عدد رو مشخص میکنم، این رو هم چنگ تلقی میکنم و به همین راحتی کار رو انجام میدم. امیدوارم بهتون کمک کنه. بخش بعدی هم یه مقدار در مورد اپلیکیشنش صحبت